به احتمال زیاد بچه همتون از اون دوستا دارین که همیشه کار عجیب غریب میکنه که یه نمونهش خودم برای دوستامم. مثلا میگه علی بیا بریم مثلا محمد رو انگوش کنیم. بعضی از اوقات هم مثلا زنگ میزن میگه علی بابام داره بهم یاد میده چطوری دیریفت بکشم. بعد یه جا دیگه زنگ زده به من میگه که 6 تا ماشین پلیس افتادن دنبالمون اومدن واسه باسنم. بچه بین این کلام هم بگم که مرسی بابت حمایتتون که اینقدر شما من حمایت میکنین و خفنید. بعد ممکنه شما یه سری از دوستا هم داشته باشین که بنده خدا موره مار داره، مثلا بهش میگی که بیا بریم تو سر کوچه، اما منم بعد اجازه بگیرم. میخوای بری بیا با هم بریم گیم نت، میگه با بابام باید پول بگیرم. داشته تو این سن تو هنوز پول نداری؟ الله وکیلی هنوز پول نداری؟ 17 سالته پول نداری؟ علی پروین واقعا بعضی از دوستا عجیبن، با اینکه میدونی دیوونن ولی بازم رفاقت تو با اونا نگه میداری چون میدونی بهت خوش میگذره و این واقعا چیز عجیبیه. بازم میگم مرسی بابت حمایتتون.